بچه‌ها از اون جایی که بهتون گفته بودم راجع به زدن ریشم یا نزدنش نظرسنجی میذاریم و این نظرسنجی رو توی چنل یوتیوبمون گذاشتیم و انجام دادیم. طبق اون نظرسنجی 500,000 نفر توی 2 روز اون نظرسنجی رو دیدن و 317,000 نفر تا همین الان نظرتون رو گفتین که آیا ریشمو بزنم یا نزنم. و طبق اون نظرسنجی من مجبور شدم که سلام علیکم به عشقای خودم امیدوارم که چطورتون عالی باشه دورتون بگردم. به 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 آقا اینجا رو داشته باش. هنوز به قیافه خودم عادت ندارم، هنوز جلو آینه یه خورده. بچه‌ها همونطور که گفتم طبق نظرسنجی که گذاشتیم از بین 317,000 نفر بچه‌ها 83% بهم گفته بودین که ریشام رو بزنم. ریشامو همونطور که مشاهده میکنید زدم. نامه البته همجوری داره تغییر میکنه. 2 روز گذشته، یعنی الان که دارم این ویدیو رو میگیرم همچنان 2 روز گذشته از گذاشتن این پست کامیونیتی. دیگه تصمیم بر این شد که بچه‌ها از اونجایی که نظرتون خیلی برام مهمه، همیشه گفتم دیگه گفتین ریشا رو بزن دیگه. ریشا رو زدم.